میگن هیچ کس دقیق نمیدونه چه موجودی باعث اون قتل عام وحشتناک توی یه غار بزرگ توی ازبکستان شده. غاری که عمقش حدود 2 کیلومتره و از دهه 60 میلادی وجودش معلوم بود، ولی هیچ کس جرئت نداشت پاشو اونجا بذاره. تا اینکه سال 2016 یه گروه باستانشناس تصمیم گرفتن برن سراغش. پایین رفتن توی اون غار یه هفته کامل طول کشید، چون مسیرش خیلی سخت و خطرناک بود. وقتی رسیدن پایین، آثار عجیبی از تمدن‌های باستانی پیدا کردند. مجسمه‌ها، ابزارها و چیزایی که معلوم بود خیلی قدیمی‌ان. اما وقتی بیشتر جلو رفتن، اشتباه بزرگی کردن. یه مسیر باریکتر رو امتحان کردن که نباید می‌رفتن. اونجا بود که فهمیدن این گذرگاه خطرناکه، چون یه گرگ زامبی یا یه چیزی شبیهش رو از خواب بیدار کردن. اون هیولا یکی یکی اعضای تیم رو نابود کرد. یه هفته بعد تیم نجات رفت پایین تا دنبالشون بگرده، ولی دیگه دیر شده بود. فقط وسایلشون مونده بود و یه دوربین که صحنه‌های ترسناکی از اون چیزی که تو غار اتفاق افتاده ضبط کرده بود. به نظرت چه اتفاقاتی برای این باستانشناسان پیش اومده؟ برام